نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق در بین بنی آدم و حیوان ادب است. یک دو روز تو در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. بی ادب را نبود لایق سلطان چیزی، نیک بینگر به یقین لایق سلطان ادب است. کردم از عقل سؤال که بگو ایمان چیست؟ کردم از عقل سؤال که بگو ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. رو پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز، دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریز بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خوش الهام ادب است. مولوی شمس تبریزی.